نشر فیلم جدید و باور نکردنی لطیفه عزیزی در کشور امریکا. لطیفه عزیزی بالاخره دختر سینما شد. افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی لطیفه عزیزی در کشور امریکا و نشر فیلم کاملا غیر اخلاقی لطیفه عزیزی که انتقادات بزرگ را به همراه داشت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیفه عزیزی هنرمند جوان کشور، یکی از ستاره‌های پرطرفدار برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع بود. لطیفه عزیزی در سن 18 سالگی اشتراک در برنامه ستاره افغان کرد و توانست شهرت خوبی کسب کند، ولی هیچگاه از طرف داوران در این برنامه رقابتی حمایت نشد. لطیفه عزیزی با اعتماد به نفس شخصی که داشت توانست آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفدارانش به سر آید، مورد حمایت گسترده خوب قرار گرفت. اما لطیفه عزیزی بعد از تحولات سیاسی در افغانستان به کشور امریکا مهاجرت کرد. بعد از آنکه به امریکا سفر کرد کاملا از راه هنر موسیقی به دور شد و دیگر آهنگی برای دوستداران و طرفدارانش نسرود. اما لطیفه عزیزی مصروف کارهای تجاریش بوده است. لطیفه عزیزی در کشور امریکا در بزرگترین برنامه‌های مدلینگ اشتراک کرد و قرار است به این تازگی‌ها فیلم تازه امریکایی لطیفه عزیزی به نشر برسد که کاملا لباس‌های غیر اخلاقی بر تن کرده است. ولی لطیفه عزیزی عاشقانه برنامه‌های خودش را عاشقانه به پیش میبرد و تصاویرش را همواره در صفحات مجازیش به نشر میرساند. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا داریم. در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری لطیفه عزیزی خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر، شما خوبان را به الله منان سپرده. موفق و کامیاب باشید.